سلام بچه، ما اومدیم امروز فسیل یخی درست کنیم. بریم. سلام، ما اومدیم فسیل یخیمون ادامهش رو درست کنیم. برای درست شده. پس هم بازش کنیم که خوب تربیت. ادامه هم باز کردن جلو نمیکشه. پوستش همه به هم جمع شده، گرفتارم شده. خب حالا باید این پاستیل کنیم. برداشت پاستیل ترسیه برد ندارم. حالا باید اینا رو باز کنیم. خب از این نوشابه استفاده کردیم، داخل این لیوان ریختیم. قراره حالا بریزیم داخلش. این بعد برقشن داخلش. خب چند دقیقه میذاریم بمونه. میریم سراغ بخش ریختن تو ظرف. باید تو چنگیم بیار. این بریشو خرس کوچولو بخواب. الان ها دیگه گرفتن سخت شد، کم شد دیگه، اما ریختیم. نمیشه بفزم. حالا قراره بره داخل فریزر نیم ساعت 40 دقیقه باید باشه. خب الان باید بزنم داخل فریزر. پاشو بزن. خیلی حالا باید اینو 3 ثانیه بشه بدیم. این بود 1 2 3. حالا تا آماده بشه ما اینو میخوریم. خوشمزه میخوریم. بزنیم رو میشه حالا چازیم یکم داریم سفت. خب فسیل یخیمون درست شد. بریم برداشت. تو دستم میگم یخ بردارم. اونی که صدا رو بیاریم پیش بدید. کدوم بردارم. عالی شد. یخ زدم. فقط تابستون میچسبه. تو هوای گرم یه چیز سرد بخوری. الان باش زمستونه یخ میزنیم اینو میخوریم. خداحافظ.